بر اساس تجربه ما در تدبیر حساب، اون دسته از مدیرانی که آگاهی بهتری نسبت به مسائل حسابداری و مالیاتی دارن، همیشه تصمیمات بهتر و درستری در ارتباط با کسب و کار و شرکت خودشون میگیرن. این موضوع بر اساس تجربه نزدیک به 15 ساله تدبیر حساب در ارتباط با صدها مدیر عامل و صاحب کسب و کار به دست اومده که داشتن اطلاعات خوب و کافی نسبت به مسائل حسابداری و مالیاتی مثل برگ برنده‌ای در دست مدیران که میتونه در هنگام گرفتن تصمیم‌ها خیلی بهشون کمک کنه. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که مسائل حسابداری و مالیاتی رو این بار از زاویه دید مدیران عامل و حدود مسئولیت‌های اونها بررسی بکنیم و نه حسابداران. ماها کار تحقیقاتی و آماده‌سازی مطالب انجام شده و امروز بنده با افتخار میتونم خدمتتون اعلام بکنم که من به نمایندگی از تدبیر حساب طی روزها و هفته‌های آینده مجموعه ویدیوهای مدیر عامل آگاه رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. در این مجموعه ویدیوها موضوعات بسیار مهم و کاربردی برای مدیران عامل در 3 فصل حسابداری، مالیات و مدیریت مالی در قالب 21 قسمت خدمتتون ارائه خواهد شد. آرزوی ما اینه که در آینده مدیران عامل آگاه‌تری سکان هدایت شرکت‌ها رو به عهده داشته باشند.